تشکر از اینکه دشنام میتین و ما خوشحال میشیم. کسایی که بدگویی و غیبت میکنه و دشنام میته، پیام من بر از اونا چی هست؟ تشکر. اگر به آخرت ایمان دارین و نماز خوبش خوانده بودی، در روز آخرت از نمازایت بر من میرسن. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جوز جو. کسی که غیبت مرا بکنه یا بدگویی مرا بکنه، ان شاء الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته که در روز قیامت باز الله متعال اعمال نیک از او را گرفته به اندازی اونمو که ظلم نشه عادلانه نمازهای از او را میگیره بر من میتن. یا کسی میگه خب شاید یک کافر باشه، یک کمونیست باشه، یک مرتد باشه، الله متعال باز گناههای من میگیره در فرق از اون